رادیوی مهاجر بگذار تا بگویم. رادیوی مهاجر ما را میشنوند. با شنوندگان رادیوی مهاجر درود با تمام تاجیکان دنیا که این لحظه ما رو میشنوند و با ما هستند. برنامه گفتگو است این لحظه در رادیوی مهاجر. مهمان برنامه امروزه ما حجف نیگور، کارگردان سینما و تئاتر، هنرپیشه خلقی تاجیکستان عبیدالله رجبوف هستند. خوش آمدید با برنامه ما. تشکر. ما میدونیم که شما نوبسته از سین و سال شنوندگان رادیوی مهاجر درود با تمام تاجیکان دنیا که این لحظه ما رو میشنوند و با ما هستند. برنامه گفتگو است این لحظه در رادیوی مهاجر. این شب مهمان برنامه امروزه ما حجف نیگور، کارگردان سینما و تئاتر، هنرپیشه خلقی تاجیکستان عبیدالله رجبوف هستند. خوش آمدید با برنامه ما. تشکر. ما میدونیم که شما نوبسته از سین و سال شخص سرکار هستید. میخواستم بفهمیم که شما رو کارگردان سینما و تئاتر همچون حجف نیگور که این شب حجف نیگوری کی در دل شما پیدا شد؟ در کودکی یا در جوانی؟ از کودکیم حظ شوخی دوست می داشتم و در همان محیط من به ویا رسیدم که در خانه ما پدرم، برادرم و همسایه هامان همه آنها شوخی میکردن، سرود میخواندن، رقص و بازی میکردن، مینواختن. و او دوستای من که ما همراه میخواندیم اونها هم شوخی میکردیم. ما یک جای با کار صحرا میرفتیم، میآمدیم و آب بازی میرفتیم، دیگر کار شوخی میکردیم. و هر باری که هنرمندا بدیهی ما برای کنسرت میآمدن ما گوش میکردیم و روز دیگر همون کاری که اونها در صحنه دهاتی ما میکردن در روی حوله یا خود در باغ دهات ما کاری همونها تقلید میکردیم. شاید همین چیزا بود که او در ذهن ما شیشت و یک هوس در دل من پیدا شد. یعنی شما لکه از خوردی تقلید میکردید؟ بله خیلی همه میکنند و ما هم تقلید کردیم. در ما یک وای شده بود چون که تقلید میکردیم، دیگران میخندیدن، این ما را هوسمند میکرد و میخواستیم که باز هم خوبتر و بهتر. یعنی که برای ما در همون کودکیمون این یک مطلبی شده بود. این خلاصه امروزی من. اولین مرتبه کی رو تقلید کرده بودید؟ اولین بار موسیقی همسایه‌مون در سری دسترخوان چون میشتیم من نگاه میکردم که چه خوراک میخورد، چه گپ میزند. بعضی آدما خوراک از خش تبارای خودمون خوراک میگرفتن، دهنشون پوری خوراک و گپ میزدن، او گپی را فهمیدن نمیشد و من همین چیزا ذهن مانده میدیدم که همین میبنده نیست و باعث خنده دیگران میشد. همین در ماندم این چیز، یعنی الکی عادت کرده بودیم. من شخصا عادت کرده بودم. شاید همین چیزا از همون همسایه و با از دیگرها و خلاصه هر کسی که در راه، در مجلس، در مکتب سخن میگفتن و حرف میزدن ما نقص میگفتیم، نقصان همونها میگفتیم که باعث خنده دیگران شود. خب در یکی از مصاحبه هایتون شما گفته بودید که حاضر حجف نیگور نو مسخره باز بسیار شده است. حجف نیگوری از مسخره بازی چی فرق دارد؟ این جای مختلفی وای است که یعنی که مسخره بازی میکنن. در روسا بعضا اینا میگن که کلاونادا میگن، اسکاماروخشنا میگن و وای میگن. حجو و مسخره بازی فرقی کلام دارد. حجو یعنی که مذمت کردن یا خود آداب سخن رعایت شود، آداب گفتگو رعایت شود. در مسخره بازی کمتر دیگر است، احمق کردن است. وقتی که کسی مسخره میکنید یعنی که او را احمق میکنید شما. شاید این چیزا هم در ما بود. بعضی موسیقی‌ها خفه میشدن از ما که ما را ما این چیزا وقت نفهمیدیم و بعد چون ما مکتب اومدیم و در مکتب هنری وقتی خواندیم ما اینا بعد فرق گذاشت توانستیم که چی گفتن ممکن است و چی ممکن نیست گفتن. همین خیلی مثلا حاجو گفتن مسخره بازی هم حاجو میگن، مسخره میکنن، حالا که این کمتر و تحقیر دارد، تحقیر است این کمتر. از این خیلی احتیاط شدن در کار. اگر ذوق بلند داشته باشی خودت درک میکنی، میفهمی و او حج و او مسخره بازی به حجو میگردانی که حج به همه دسترس همه گردد، یعنی که مال همه میشود. مسخره کردن یک شخص این به یک شخص یا که به یک آدم داخل دارد کمتر از آداب بیرون است از نگاه من.
در پشت هر شخص موفق البته استاد هست که با این شخص راه و روش موفقیت را گفته است، مصلحت های مفید داده است، تربیت کرده است، درس داده است. هیچ کس از پیش خود چیزی نشد، هیچ آهن خنجری تیزی نشد. استاد شما کی بود؟ من در تئاتر اکادمی درامایی به نام استاد ابوالقاسم راقوسی مکتب من همین که است. سال 59 در نزد تئاتر استودیوی اکتوری گشوده شدگی بود که ما یک 20 نفر از جوانان جمهوری که از هر کجا آمده بودیم، از آزمون بسیار بلند قریب 200-300 نفر بودن. از بین همینا ما یک 17-18 نفر قبول شدیم. خیلی استادای برجسته، استادای نمایان در همون دور زمان و امروز هم آنها در تاریخ تئاتر تاجیک همچون هنرمندای کسبی ماندن، آنها درس می‌دادند. از قبیل یکی از اساسگذارهای تئاتر کسبی تاجیک فیلم سایش نیکل نام بودن. برخوان و فرقی دست دینیش حاجی قل رحمت الله بودن، صافی ایرجان توی بای بودن، نظام خلیدالله نور جو، علی نظر خود جای بودن، عبدالرزاق بطر مورد شدن، خوشین گدای بطر مورد شدن، فرخان احمد خان آمدن، همه مقصوم عبدو شکور و اینا بعد کسی مسئله کام کردن آمدن که ما از اینها درس می آمدیم، هنر می آمدیم. و در صحنه تئاتر که اون وقت حجم‌دارها خیلی زیاد بودن، آنهایی که با هنر حجم و رول‌های حجمی بازی می‌کردن در تئاتر، اینا خیلی زیاد بودن. عبدالخیر قاسم بود، خلیلوف بود، محکم حاجی پولوف بود و دیگر صحنه‌های حجمی، رول‌های حجمی که اینها دیگر اکتورها بازی می‌کردن. اما با شوق و ذوق تماشا می‌کردیم. این یک مکتب بزرگی هنری بود در نزد تئاتر. در دوشنبه وقتی که برای تماشا کردن این یا اون نمایشنامه به تئاتر میروی، همه وقت تالار تئاتر قریب که خالی است. چی سبب شده است که جوانان حاضره به تئاتر کم میروند؟ یک نقل میکنم، نقل حجمی میکنم، بعد شما طرفش خودتون باید فهمید. بین مرغ و مرغابی بحث میشود و مرغ با مرغابی میگه که آخه تو چه مرغ هستی، چه تخم میکنی؟ برای چی تخم تو به فروش نمی رود و تخم من به فروش می رود؟ مرغ میگه طرف مرغابی. حدود نمیدونم. برای آن که میگه من که وقتی که تخم کردم با تمام آواز داد میزنم. این مرغ میدونه تو بعد تخم کردم فریاد میزنم. بله. تو تخم میکنی، خب میکنی. گپ درباره ریکلام. میگه من تخم کردم ریکلام میکنم خودم. تو که تخم کرده هیچ خب نگردی، ولی تخم تو خریداری نمیشود. این وای بود. ولی امروز مردم ما، علاوه جوانهای ما از این چیزا خیلی دور شدن. در اون وقت در همون دورهای شوروی هر یک مکتب، هر یک مکتب خان، هر یک دانشجو وظیفه‌دار کرده میشدن و معلم ها میپرسیدن از آنها که شما فلان اسپکتاکل تماشا کردید یا نه. این چیزها وای بود. در مکتب ها اینا وظیفه‌دار میکردن. اگر که شما همون وقتا خواندگی تمام کردگی باشه میدونید که هر هفته هر روز در اسپکتاکل ها اکثریت دانشجوها می آمدن، اکثریت دانشجوها و شخصای فرهنگی که در شهر برن، علمان، ادیبان، نویسنده ها، ژورنالیست ها می آمدن تماشا میکردن و این یک در روزگاری همین استادا این چیز وارد شدگی بود. همین یعنی که به تئاتر رفتن. متاسفانه حال این چیز بعد این زد و خودهایی که در جمهوری شد و شد، مردم به حال خودش افتاد. تئاتر هم فراموش شد و تئاتر برای آنها یک چیزی نادرکار شد. یعنی حاضر مردم بیشتر به مسجد میروند نه به تئاتر. کتابخانه ها هم خالی است. اینشان من باید اضافه کنم برای شما. کتابخانه هایی که در جمهوری هست اکثریت اینا با کم میروند با خواندن و با نشسته اونجا. دوره شدیم که ما تا ساعتی 10 و 11 هم نشستیم کتاب خواندیم. تالارها پر بود. حاضر این چیزا نیست. شاید سببش در آن باشد که همون کتاب ها رو در اینترنت دسترس کرده میتوانند. هست. البته تاثیر اینترنت هم هست. تاثیر دیگر چه هم هست بیشتر به اینترنت داده شدن. حاضر این چیزی نو برای مردم آمد که هر سوالی که میخوان، هر چی که میخوان تو کتاب خواندن از اینترنت سوال میکنن و جواب بسیار مشخص پیدا میکنن. البته این برای
اونهایی که ضرورت دارن برای اونها این البته خوبتر و آسان‌تر است. در مسکو 1 ماه یا 2 ماه پیش از آغاز نمایشنامه الکی چیپته‌ها رو خریداری میکنند و تا روز نمایشنامه الکی یگان چیپته باقی نمیماند و وقتی که شما به تئاتر میروید تالار پر است. حالانکه نرخ چیپته تئاتر در مسکو گرانتر است نظر به چیپته‌های تئاترهای دوشنبه. درباره مقایسه می‌رود بین مسکو و لنینگراد و دیگر شهرهای بزرگی دیگر کشورها نسبت دوشنبه درست است و اونجا یکمش که نفوذ مردم زیاد است، یعنی مردمی که به تئاتر رغبت دارند اونها عظمت پرده یافتند، اونها میبینند. ما هم حتی با سفرهای هنری وقتی که مسکو میرفتیم تئاتر همون وقتا یعنی که ما ممکن باید آیا تماشا میکنن یا نمیکنن ولی تئاتر پر بود و اینقدر خوب پیشواز میگرفتن ما هوس میکردیم که در مسکو برآمد کنیم. اینقدر تماشا بین موضوع فهم دارد، اینقدر با احترام هنرمند پیشواز میگیرند. برای که در ما هم خیلی خاص مثلا با گوشتین میروند، فوتبال میروند. خب اگر بزکشی باشد در بزکشی هم بسیار هستند، در خروس جنگ و از وقتا بود در صد جنگ و خب تماشابین بسیار زیادی دارند، اینها هم تماشا میکنند ولی برای تئاتر رفتن پیش از همه دانش در کار، دوست داشتن در کار این ساحه. تئاتر هم این یک جای مدنی است، فرهنگی است، آدم تیار شده میرود، لباسش ایوان تازه میکند، دستمال میکند، اتیوز میکند، خب یکم دوخی باشد دوخی میزند، آماده شده میرود. مردم ما از این چیزا کمتر خودشون کنار میگیرند. تئاتر رفتن این یک عید باید باشد برای هر یک جوان مرد، برای هر یک کسی که تئاتر میرود و این کاری آسان نیست. مثلا آماده کردن برای تئاتر رفتن این هم باز یک صنعت دیگر است، یک آداب دیگر است که مردم ما بعضیشان همین از این چیز دورند. خوب فهمو. شما که کارگردان سینما نیز هستید، از همین لحاظ میخواستم بفهمم که سینمای تاجیک کی صاحب جایزه اسکار میگردد؟ خب ما هم در همین عقیده هستیم. برای کینو در سطح عالی آفریدن شما یک بار از همون سینماگرانی که مکافات اسکار میگیرند پرسید که بودجه فیلمشان چقدر است؟ میلیون ها دلار است. میلیون ها دلار است. بله. میلیون ها گفتن مثال ما میتونیم از 50 تا 100 میلیون حتی زیادتر. در ما این چیز نیست. مثلا من دو سناریو دارم میخوام که یک فیلم خیلی خوبی گیرم ولی مبلغ نمیابم، با 50,000 و 60,000 سامانی فیلم گرفته نمیشود. بله. اینجا باید مثلا 1 میلیون دلار باشد اگر بهترین فیلم ها گرفتن ممکنه. بهترین فیلم ها هستند، هنرمندا اکتورهای خوب هستند، هنرمندای خوب هستند، مؤلفا هم هستند، آنهایی هستند که سناریو می نویسند ولی مبلغ باید دادن در کار است. ولی کی مبلغ نمی‌گیرد؟ گرچند که نسبت هالیوود و دیگر جاها مبلغ‌های ما اونقدر بلند نیست، اما حق خدمت مؤلف دادن و کارگرای دادن که اکثریت اکتورها هم تو برای هوا و هوس میان در این فیلم اشتراک میکنن. من خیلی من پیشتر گیرید من کارگرام با دیگر کار یعنی که بی پول میان بازی میکنن بی پول. وقتی که او ما حقی او وقتی که میگه اون مسئولیت بار میشه. ما گریم کردن نمیتونیم، کاستوم خریدن نمیتونیم. اکثریت فیلم هایی که ما داریم بغیر از فیلم های بدیهی که اگر زمان گذشته باشد دیگر همین اکتورها در لباسهای خودشون برآمدن. این یک حالت بسیار وسیع است. یعنی میدونن کینا هم میدونن، تلویزیون هم این چیزا هم میدونن، لیکن چیکار کنیم که حالمون همین است. برای اینکه هنر ما خار نشود و ما خودمون بی هنر نمانیم میکنیم همین کارا میکنیم. این شب و روز در قزاقستان فیلمی کارگردان قزاق اکان ساتایف یعنی فیلمی تومیریس پیشکش تماشابینان میگردد. شما درباره این فیلم خبر دارید؟ من ندیدم و شنیدم و این به صاحبی ما نیستن که قهرمانای تاجیک میگیرن و ملت خودشان نسبت میکنن و میکنن. من شنیدم این چیزا ولی متاسفانه ندیدم ولی شنیدم. در یک صحبت بودم من که رفیقا بسیار اعتراض کردن. من میدونم اینا باید اندیشه کردن اما در کار است. اینا ژورنالیست‌ها باید این مسئله های بردارن در سطح بلند. اینجا جا بسیار است، کمتر پهلوی سیاسی دارد ولی علم آور است برای من. شخصا برای من این علم آور است. وقتی که ادبیات ما را از خود میکنن، وقتی که فرهنگ ما را از خود میکنن، وقتی که لباس ما را از خود میکنن، وقتی که رسم آیین های ما را از آن خود میکنن، نمیگه من این دولت‌های همسایه ما
بسیار چیزا از ما گرفتن، ولی نمیگن، یگان کس نمیگن. سراپا همه پلاگیت، دزدی علم آور است. شخصا برای من خیلی علم آور است. باید گفت که با واسطه فیلم ها مغزشویی کردن مردم آسان‌تر است. شاید بعد از نمایش فیلم تومیریز بسیاری ها فکر کنند که تومیریز ایرانی نژاد نبود و ترک نژاد بود. امروز رسم آیین میدوزن، از آن ما میدوزن. ما از هیچ کس تا امروز صاحبی نکردیم. رسم آیین میدوزن، قهرمان های ما میدوزن، ادبیاتمون میبرن. خب ولی هیچ کس پروایی نداره. برای من علم آور است این چیز. تا لباس و تا عرف و عادت ما را از خود میکنن. هست مردم تبار، هست مردمی که در دشت بیابان کلان شده است و هست مردمی که در وادی ها در بین کوهسار با همه زیبایی این کلان، این به خلق و آداب و رفتار آنها خیلی تاثیر دارد. ما باید معلوم کنیم که آیا آنهایی که در بیابان کلان شدند اونا فضیلتشون چی خیرند و آنهایی که در لب دریاهای مصفا خب کل گلزارها باغ و راه و کلان شدن و عمر گذراندن، اینها چی مردم هستند؟ خیلی فهمو چنگیز تباران هستند، ترک تباران هستند. باید اندیشه کنند اینها هم که هر کس باید در خلق و اطوار و دید و ذوق خودش باید سخن گوید، نه اینکه از دیگران رو بردار کنند و گیرند و از خودشان یک فرشته و عالیه و چی چیز هستند. آوازخوانان تاجیک برای به دست آوردن مبلغ ایلاوگی، برای به دست آوردن درآمد ایلاوگی با توی ها می روند. توی معرکه های مردمی. هنرپیشه تئاتر و سینما از کجا می تواند مبلغ ایلاوگی را دسترس کند برای روزگار؟ بغیر از تلویزیون و تئاتر که تلویزیون هم مقدار مبلغ زیادی دادن نمیتوانیم، اینا هم خزینه‌شان خیلی خرید پیچی ندارن. خب بعضی اینها در اینستیتوت درس میکنن، بعضی هاشان شبانه رفته در دیگر کارخانه ها کار میکنن. خب خب بعضی هاشان اگر در تیار رفته برندگی کنن، اگر از حساب زندگی میکنن. من هم در وقتش شد ما توی معرکه ها میرفتیم، ما خیلی زیاد میرفتیم. بعضی هاشان به خاطری که ما وقت نداریم یا خود نمیتوانیم توی هاشان حفا میپرداختن، این چیز برای ما عادت شده بود و منم شخصا از حساب همین توی ها روزگار و زندگی رو پیش میبردم. نمایش‌هایی که مثال من برای تعریف خودم نمیگم، برای ذوق مردم میگم که وقتی ما توی میرفتیم باور کنید که تئاتر اساسی انم در توی بود. ما کوشش میکردیم سخن‌های خوب بگیم، صحنه‌های زیبا خودمون میگفتیم، مینوشتیم، بازی میکردیم و اون چیزایی که در تلویزیون اگر شما دیده باشید از خزینه، اون چیزایی که من در تلویزیون ثبت کردم اکثریت همینا در توی معرکه‌های مردم ساخته شدن. یعنی حجونگاران تا حال به توی‌های مردم رفته خدمت کرده مبلغ ایلاوگی را به دست می‌آورند. هستن میروند مبلغ میگیرن که با اون درجه‌ای که پیش بود نیست. از توی معرکه هم کم شد بود، شما میدونید که کم شد. اگر هر کس توی معرکه گذرانده نمیتواند، اون وقتا خیلی توی معرکه بود خرسان بودیم از این چی جای پنهان کردن و هم بعضا افسوس میکنیم خیلی حال زندگی مردم دیگر شد. اون وقتا خیلی عجیبی بود. ما باز میگم که بعضا حواس میکنیم، حاضرم همون لذت میبریم، یاد میکنیم همون روزهای یاد میکنیم و این برای مردم یک شادی و فرح بود. شادی و فرح مردم خرسندی میکردن. خیلی مردم هم از شیر پر بودن، اینقدر حاصل فراوانی میگرفتن از نظر حولشان. از سبزوات یگان کس کم بودی نداشت. اگر از بازار و مغازه متاع و قند و دیگر چی میخریدن واقعا دیگر همه چی از نظر مردم تامین بودن. حاضرم صد با شکر تامینن، ولی نه با اون درجه‌ای که پیش بود. از سبب اون که نام رادیوی ما مهاجر است، من میخواستم که صحبت ما موضوع مهاجرت رو نیز در بر گیرد. امروز جوانانی هستند که الکی دور از پدر به وی رسیدند و کودکان نیز هستند که دور از پدر هستند. این شب و روز از نظر شما مهاجرت به تربیت کودکان تاثیر میرساند؟ به تربیت همان کودکان و همان جوانانی که این شب و روز در تاجیکستان قرار دارند؟ البته تاثیر میرساند. البته تاثیر دارد. البته بیچون چرا. میدونید فرزند اگر مادر داشته باشد مهر مادر در دلش میماند، ولی مهر پدر خاصه است. نگاه پدر، یک شیشتن سری دفترخوان وقتی اینجا مرد باشد، پدر باشد، این سیاست خانه‌داری، زندگی، پدر دیگر از او گپ نمیزند، ولی با نگاهش، با رفتارش
وقتی که از در می‌دارد پدر میاد پیش او همه می‌خیزند این یک آداب است. البته این چیز تاثیر دارد. من خواهش می‌کردم آنهایی که پدراشان در مسافرت هستند، همون زنهایی که فرزنداشان کلام میکنند، اکنون خیلی تقدیر همین بوده است. آنها باید که وظیفه پدرم اجرا کنند. در هر صورت باید فرزنداشان با سواد باشند، علم آموزند، زبان آموزند. من می‌دانم که مسافرای ما یکی از کار مشکل ترینشان این ندانستن زبان است. زبان باید محض دانند. وقتی که شما فکرتان بیان کرده میتوانید، آزاد فکرتان با ملت بیگانه، وقتی که شما اونجا مسافر هستید و در مسافرت هستید، وقتی شما فکرتان درست میتوانید، همون صاحب وطنی که شما در وطن او غریب هستید، فکر او تماما دیگر میشود. نسبت شما این آداب شما میشود، این احترام شما میشود. انا متاسفانه نه همه مسافرای ما زبان میدونند. پیش از آن که روند آنها باید زبان آموزند. یگانه واسطه معاشرت گفتگو همین زبان است. وقتی که اینو نمیدانیم ما مشکلات پیدا میشه، پروبلم پیدا میشه در حجت گذاری، در صحبت، در خرید و فروش، در رفت و آمد، نقلیات و غیره و هکذا. شما از من خوب تر میدونید. من تصور کردن نمیتوانم که آفرین به همین مسافرهای ما. من میتونم گپای ویم گویم، ولی چی علاج باید زندگی کرد؟ باید اهل اولیاء باید تامین کنید. لیکن اگر که مهاجرت میروید باید آماده باشید، تیار باشید. اینجا مهمانی نمیروید. باید دانید که اینجا مشکل میشود. خیریت که اکثریت مهاجرای ما در قسمت شرقی و روسیه نیستند. در این خنوکی نباشند، همه اینا به کسلی و به صد بلا گرفتار میشوند و چنان باید اینا دانند. مردم ما کمتر مردم بی‌پروا است. بی‌پروایی از چی است؟ ما از خلق و از کودکی من همیشه تربیت یافتگیم. چون که ما کوه محافظت میکنند، درخت محافظت میکنند، یک کجی دره مورم از شمال و از وی تندباد محافظت میکنند. سرزمین ما تماما دیگر شده. در خود روسیه خود روس‌ها خودشان بعضا محافظت کردن نمیتوانند. آنها در همون خنوکی کلان شدن، هرگاه یافتند، ولی ما نه. اونها از این چیز ضرر میکنند. حالا که ما در یک آفتاب گرم و سرزمین بسیار نرم و زیبا کلان شده، آفرین همون مسافرانی که در همین سردی‌ها عمر به سر میگذرانند. آفرین. باید خودشان احتیاط کنند. زنان تاجیک همون زنانی که دور از شوهرهای خود در تاجیکستان قرار دارند و با نگاه و بین خانه و با تربیت کردن فرزندان خود آورند، هم نقش زن را اجرا میکنند و هم نقش مرد را. ما میتوانیم همین زنان تاجیک را قهرمان گوییم. میتوانیم گوییم اگر فرزندای آنها مکتب خوب خوانند، آنها در مکتب‌های عالی داخل شوند، در دانشگاه‌ها داخل شوند، اگر البته آنها همین وظیفه، آنها طفل‌های تربیت میکنند، بوایه میرسانند، از آنها ملت میسازند. البته قهرمان اینا قهرمانند و چقدر تحمل دارند، چقدر تحمل، صبر، طاقت میکنند. میگذن لباشون میگذن، طاقت میکنند و کوشش میکنند که آب چشم فرزنداشان نبینند. من همچون همین چیزا میبینم که اونا شاید به خلوت رفته شاید میگیرند ولی نشان نمیکنند به فرزنداشان. خیلی بسر ما همین چیز آماده بوده است. شاید این میگذارد با مرور زمان. امروز پرزیدنت مملکتمون هم تمام چاره ها را میاندیشند، گفتگو کرده ایستادند که همین مشکلی ها رفع شود، از بین رود. من گمان میکنم که هیچ کس نسبت این بی‌پروا نیست. همون نفرانی که از وطن و مسافرت میروند باید آماده باشند، یعنی که زبان آموزند، حقوقهاشان باید دانند، مناسبت خود باید باشند. من از همین مسافرها خواهش میکنم که آنها پیش از همه اتفاق باشند، اتحاد باشند، در یک جا باشند، با یکدیگرشان دائم در گفتگو باشند. از بین او حسد، رشک، دشمنی، این چیزا از بین باید بردارند. نسبت یکدیگرشان مهربان باشند، یک تن باشند، یک عضوی یک تن در این باشند. اون وقت موفقیت پیدا میکنند. اگر هر کدام در علاهیدگی این مشکل است. اینها عالی نیستن که در یک خانه شنن و یک چیز ایجاد کنن و یک کار علمی نمیشن. از این رو از متحدی همینا من گمان میکنم که بود میکنن. خب از نظر شما تاجیکان در روسیه اتفاق هستند؟ نه، اتفاق نیستند. هستن گروهایی که آنهایی که اتفاق هستن موفقیت دارن، ولی بعضی هستن که آنها را در اون گروه قبول نمیکنن. من همیشه تصور میکنم و میبینم یا که از آن که
محلاشون با محل بازی میشد همونجا بیان بشن با محل دارن. در هر صورت تاجیک هستی خود کلمه تاجیک مفهومش خیلی وسیع است. از جهت دانش، علم، فهمیش، آداب باید که متحد باشن یکدیگرشون کمک کنن. و مثل دیگر ملت‌های مایده که در روسیه هستن بینید در روسیه شهروند روسیه ولی اینقدر اتفاق و متحد هستن. ما هم باید همین چیزا از اونها یاد بگیریم. من شخصا همه وقت مسافرانی که در روسیه کار و مهنت میکنن زحمت میکشن احترامشون به جا میارن، بسیار زحمت میکشن، خودشون احتیاط کنن، متحد باشن، وطن فراموش نکنن، یاد فرزند و مادر رو دیارشان کنن. تاجیکستان دائم بغل شده داره که فرزنداش با آبرو اعتبار بلند و با ناز و نوز قبول کنند. خب همین گفتنی هستم که شاید پایان شب سیاه سفید روز میرسد که این همه برای ما یادداشت می شود، خاطره می ماند.